یادم وقتی بچه بودم بابام وقتی برام اسمارتیز می‌خرید روش با ماژیک می‌نوشت هر 8 ساعت یه عدد تا کمتر مصرف کنم. یه کفش تو 5 سالگی برام خریده بود، همین امسال اندازم شد. من با شکلاتایی که تو ایام عید جمع می‌کردم روزا رو سر می‌کردم و بزرگ می‌شدم و رشد می‌کردم. وقتی هم بزرگ شدم بابام گفت برو موفق شو و منم گفتم بیام اینجا تا شاید بتونم بهش ثابت کنم که موفق شد. ولی خب چرا پدر من خونه بودم منو میدیدی، الان باید اشتراک بخری پول بدی منو ببینی، چه کاری بود؟ دم دستت بودم. حالا واقعیت انگیزتون برای اینجا حضور در صدا تو چی بوده کیانوشم؟ فکر کنم من این آپشن رو اصلا ندارم، انگیزه، یعنی همینجوری دلی اومدم. دلی اومدی؟ آره اصلا قیافم با آدمایی که انگیزه دارن نمیخوره. مثلا چی شد که این سوالو پرسید؟ آره منم انگیزه ای نداشتم چون خیلی حالش بد شد من بغلش میکنم. من ادا حال بردار در آوردم کیک و من برم 2 جا دیگه هم کار دارم. برو بفرمایید.